Hello everybody, سلام دوستان و زبان آموزان عزیز. خوش آمدید به کانال touchenglish.com. مکانی هست که برای شما زبان انگلیسی را همونجور واضح ماشد آسان و قلم میفهماند و این بخش سوال و جواب است در کانال touchenglish.com و در این بخش سوال و جواب ما تصمیم گرفتیم که با دو سوالی از این گروه جواب گردانیم و اگر شما هم در آموزش زبان انگلیسی اگر مشکل دارید یا یک موضوعی زبان انگلیسی را نمیفهمید حتما در کامنت نویسید ما با سوال شما جواب میگردانیم. خب سوال یکم از طریق شریپوف کامران سوال داده است که The formation of their future indefinite their past یعنی دویر به همین زمان کوتاه معلوم میدادید و سوال دویم از طریق شاه سعید حیاتو سوال داده است که ما به شهر رفتنیم با زبان انگلیسی همین رو ترجمه میکردید. خب خلاص سوال یکم future in the past یعنی آینده در گذشته میخواستم برای شما اول راجع به ساختار موقع استفاده برای این زمان حرف زنم. خب ساختار این زمان چنین است: subject plus verb to یعنی subject plus verb to یعنی این فعل دوم است. subject would and should و infinitive این شکلی اساسی فعلی های شکلی یکم فعل میگویند. خب این زمان از دو قسم عبارت است. قسم یکم subject. خب قسمت یکم این زمان در زمان گذشته می استد، قسمت دویمش کجا در زمان آینده می استد. خب would و should اینا فعل های یاردهنده می باشند که برای زمان آینده استفاده برده می شود تنها در همین زمان در گروه های future in the past. خب would برای she, he, it استفاده برده می شود. خب should باشد برای we, you, they استفاده برده می شود. خب اکنون این زمان رو ما در کجا استفاده می‌بریم یعنی معناش در چی است؟ خب این زمان عمل رو میفهماند که آینده در گذشته به نقشه گرفته شده است. خب یعنی آینده رو در گذشته به نقشه میگیرند. خب مثال She said that they should go to travel next year یعنی این جمله از دو قسم عبارت است. قسم یکم She said that او گفت که این قسمت در زمان گذشته است. They should go to travel next year آنها سال آینده به سیاحت میروند یعنی این قسمت در زمان گذشته قرار دارد یعنی عملی سیاحت کردن با وقوع نپیوسته است تنها به نقشه گرفته‌اند یعنی او در سال آینده به وقوع می‌پیوندد یعنی چنین عمل‌ها را شما می‌توانید توسط زمان future in the past ابراز نماید. خب مثال دوم I thought it would rain. I thought قسم یکم جمله در زمان گذشته قرار دارد. It would rain در زمان آینده قرار دارد. It would rain پرو میبارد یعنی من فکر کردم که باران میبارد یعنی آینده رو در گذشته به نقشه گرفتند. خب مثال دیگر He informed us that he would leave us یعنی he informed us that یعنی در قسمت زمان گذشته است. قسمت یکمش he would leave us او ما رو ترک میکند در زمان آینده است این عمل. خلاص در یک جمله دو تا عمل دیده می شود که عملی دوم یعنی به نقشه گرفته شده است حالا به انجام نرسیده است یعنی او به ما خبر رساند که ما را ترک میکند. همین عملی ترک کردن به وقوع نپیوسته است او در آینده به وقوع میپیوندد. و مثال دیگر Students said that they would pass examination tomorrow. Students said that این قسمت اول است در زمان گذشته قرار دارد. They would pass examination tomorrow آنها پگاه امتحان را میسپارند این در زمان آینده قرار دارد یعنی معناش دانشجویان گفتند که آنها امتحان را پگاه میسپارند یعنی عملی سپاریدن امتحان پگاه به وقوع می پیوندد آنها به نقشه گرفتند که پگاه امتحان می سپارند یعنی خلاص عملی سپردن امتحان در گذشته به نقشه گرفته شده است و شما می توانید چنین عملها را توسط future the past ابراز نمایید. اکنون سوال دوم من به شهر رفتنیم سوال داده بودند همین رو با زبان انگلیسی چخیل ترجمه کنید. خب در زبان انگلیسی یک تا سازمان است یا ساختاری هست که
با نام to be going to. یعنی to be going to رو شما در عملهایی که در نزدیک، آن عملهایی که در آینده نزدیک به وقوع میپیوندند توسط عباره یا سازمان to be going to گفته می شود. خب مثال من به شهر رفتنیم، یعنی شما پگاه می روید. مثال I am going to the city. I am going to the city یعنی من به شهر رفتنیم. خب یا اینکه I will go to the city من به شهر می روم. خب will shall هم اینا فعل های یاردهنده زمانی آینده می باشند. خب ما will shall رو برای آن عمل های رو استفاده می بریم که در آینده دور به وقوع می پیوندند. I will go to the city من به شهر می روم، یعنی به شهر رفتن وقتش زمانش معین نیست، یعنی آینده دور است، اما آن عملهایی که در آینده نزدیک به وقوع می پیوندند حتما توسط سازمان یا عباره to be going to گفته می شود. مثال I'm going to speak with you. Okay, I'm going to answer to your question. Oh, my brother is coming tomorrow. خب و دوستان و زبان آموزان عزیز، در اینجا سه تا جمله نوشته شده است. همین رو ترجمه نموده در کامنتر نویسید، من حتما میخونم. خب مثال یکم، جورج گفت که وی از گپش می ایستد. همین رو ترجمه کرده در کامنتر نویسید، من حتما میخونم. مثال دوم، آنا آگاه نمود که پگاه وی وخوری دارد. این را هم ترجمه کنید و جمله یکم دوم رو از future is the past استفاده برده ترجمه کنید و جمله سوم ما به امریکا رفتنیم. این رو توسط عباره یا سازمان to be going to ترجمه کنید، در کامنتر نویسید، من حتما میخونم. دوستان و زبان آموزان عزیز، این بود بخش سوال و جواب در کانال tajenglish.com. اگر شما هم در آموزش زبان انگلیسی یگان مشکلی دارید یا یگان موضوع زبان انگلیسی رو نمیفهمید، در کامنتر نویسید، ما حتما با سوالات شما جواب میگردونیم ویدیو کرده. و این بود بخش سوال و جواب. اگر این ویدیو برای شما پسند آمده باشد با یار رفیقانم فرستانید تا که آنها هم زباندان گردند، چون که میگویند که زبان دانی جهان دانی. تا درس آینده خود رو احتیاط کنید. Take care. Bye.